نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران مسلمان، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع دعوت انبیای الهی به سوی توحید و یکتاپرستی. انسان این موجودی که الله سبحانه و تعالی او و جنها رو خلق کرده است برای اینکه الله سبحانه و تعالی را به یگانگی بپرستند و برای اینکه این انسان را راهنمایی بکند به سوی این عبادت و به سوی توحید، پیامبران بزرگی را فرستاد که در راه نشر توحید و یکتاپرستی کوشش کردند تا انسانها از منجلاب کفر و شرک و هوای و هوس به سوی یکتاپرستی و فوز و فلاح و رستگاری رهنمون شوند. پیامبرانی که در طول زندگی بشر فرستاده شدند، همه آنها دعوتشان به سوی توحید و یکتاپرستی بود. الله سبحانه و تعالی نوح علیه السلام را فرستاد برای توحید و یکتاپرستی. هود علیه السلام را فرستاد برای توحید و یکتاپرستی. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 73 ذکر می کند که و الی ثمود اخاهم صالحا، و به سوی قوم ثمود صالح علیه السلام رو فرستادیم. قال، مانند نوح علیه السلام، مانند هود علیه السلام، فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنید، الله سبحانه و تعالی را پرستش بکنید که غیر از او شما هیچ معبودی که لایق عبادت باشد ندارید. صالح علیه السلام، این پیامبر بزرگوار الهی نیز مانند همه انبیا دعوتش در بین قوم خود، در بین قوم ثمود این بود که الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنید، الله سبحانه و تعالی را بپرستید، زیرا غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ معبود دیگری شایسته عبادت نیست. و در ادامه همین آیه الله سبحانه و تعالی تذکر میداد که قد جاءتکم بینة من ربکم، و برای شما ای قوم از طرف الله سبحانه و تعالی یک نشانه ای آمده است. این نشانه چی بود؟ الله سبحانه و تعالی می‌فرماید هذه ناقة الله لكم آیه. این شتری که الله سبحانه و تعالی برای شما فرستاده است، این از طرف الله سبحانه و تعالی یک نشانه است، یک بینه است، یک معجزه است برای این پیامبر بزرگ. الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه انبیا رو میفرستد برای آزمایش بشر، یک سری اموری رو در بین جامعه انسانی قرار میداد که در اصطلاح بهش میگن فتنه. این اموری است که انسان‌هایی که دارای عقل و منطق و ایمان قوی داشته باشند دچار این فتنه ها نمیشوند. اما اگر انسانی ایمانی داشت متزلزل، نفسی داشت که به دنبال هوا و هوس خود میرود، دچار این فتنه ها میشود. تصور بکنید الله سبحانه و تعالی به ما فرموده است که این اعمال را انجام بدهید، در دنیا عبادت بکنید، زحمت بکشید، کار بکنید، صله رحم داشته باشید، به پدر و مادرتان نیکی بکنید، عبادت‌های الله سبحانه و تعالی را انجام بدهید و یک سری اموری است که ما را از آن منع کرده است.
همان گونه که ما در انجام دادن اعمال نیک و شایسته پاداش میگیریم و برای ما عبادت محسوب می شود، هنگامی که از اعمال زشت و ناپسند دوری می کنیم، همین که ما دوری کردیم از این عمل زشت، این هم برای ما یک نوع عبادت محسوب می شود. صبر و تحملی که ما در مقابل دوری از منکرات و اعمال زشت داریم عبادت است، چون صبر خودش عبادت است. صبر در عبادت، صبر در مقابل هوا و هوس، صبر در مقابل شهوات، صبر در مقابل گناه ها، همه اینها عبادت است. طبعا در طول زندگی الله سبحانه و تعالی به طور مثال از ما خواسته که ازدواج بکنیم. ازدواج کردن عبادت است. ازدواج کردن امر الهی است. ازدواج کردن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. در مقابل این ازدواج ما اجر و پاداش میبریم، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نکاح نمودن، ازدواج نمودن سنت است. نه تنها ازدواج کردن سنت است، هر انسانی که ازدواج می کند و با همسر خودش همبستر می شود، هر همبستری برای او مانند یک صدقه است. موقعی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این امر را بیان کردند، صحابه تعجب کردند، مثل که شما شاید تعجب بکنید از این حرف. چگونه کسی میره با همسرش میخوابه، همبستر میشه؟ این عبادت است؟ بله عبادت است، صدقه است. صحابه پرسیدن یا رسول الله، یکی از ما یعنی برای قضای شهوتش میرود، بعد در مقابلش پاداش یک صدقه میگیرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر همین کار را در گناه انجام میداد، یعنی میرفت زنا میکرد، آیا برای او گناهی نوشته نمیشد؟ فرمودند صحابه که بله، گناه محسوب میشد. گفتم پس وقتی که همین کار را در حلال انجام میدهد، الله عادل و رحمان و رحیم برای او اجر و پاداش می نویسد. ببینید در زندگی انسان همه اینها فتنه است. فتنه زنا. طبعا وقتی یک انسانی در جای کار می کند، سفر می کند، در محیط زندگی می کند، شاید فرصت‌هایی برای زنا برای او میسر شود. اینها فتنه است. اینها را الله سبحانه و تعالی گاهی اوقات در سر راه انسان قرار میدهد تا ما را تجربه کند، تا ما را بسنجد که آیا دچار این فتنه میشویم، به طرف این معصیت و گناه میرویم، یا نه پروردگار خود را به یاد میآوریم. پروردگاری که داره ما را میبینه، فرشتگانی که لحظه لحظه ثانیه ثانیه زندگی ما رو کرامان کاتبین دارن می نویسند. خب در اینجا دو راه هست. یکی که انسان پروردگارش را در نظر بگیرد، از آن حساب و کتابی که در روز قیامت منتظر او است و کرامان کاتبین دارن می نویسند برحذر باشد و به سوی گناه نرود، به سوی زنا نرود. یا این که نه، همه اینها را فراموش بکند و به سوی گناه و معصیت برود. شخصی در جای کار می کند، در محل کارش فرصت برای اختلاس و دزدی و خوردن حق مردم میسر است. رشوت گرفتن و غیر اعمالی که به نام فسادهای مالی امروز در جوامع متاسفانه شایع شده است. از یک طرف حب مال است، حب دنیاست، شاید مشکلات زندگیش است، شاید فکر بکنه که بیا اینجا رشوه‌ای بگیریم یا که مال کسی رو به ناحق بخوریم یا دزدی انجام بدهد، بگوید که وضع زندگی هم بهتر شود، بگوید که وضعیت خود را در زندگی در جامعه بهتر بکنم، الله سبحانه و تعالی را فراموش کند، ترس الله را از دلش بیرون کند. اینا فتنه است. الله سبحانه و تعالی این فتنه مال رو در همه جوامع، در همه عصر و زمان قرار داده است. شخص دیگری میگوید نه، اگر من یک ذره از این مال مردم رو ضایع بکنم یا به جیب بزنم، الله سبحانه و تعالی از من در روز قیامت حساب میکند. و مثقال ذره شر یره، به اندازه یک مثقال و ذره‌ای که گناه و معصیت باشد، الله سبحانه و تعالی آن را
در روز قیامت حساب می کند و در مقابلش جزا می دهد و در مقابل یک مثقال ذره خیر پاداش می دهد و مثقال ذره خیرا یره. خب مادامی که انسان این دو چیز هست، یکی الله سبحانه و تعالی، کراما کاتبین، روز حساب و کتاب، بهشت و جهنم، از یک طرف 4 روز زندگی دنیا، فتنه های گوناگون، فتنه زنا، فتنه مال، فتنه منصب، فتنه قدرت، همه اینها. اگر الله سبحانه و تعالی از این فتنه ها دوری کرد، فتنه‌ای که الله سبحانه و تعالی برای انسان آماده کرده است، اگر انسان از این فتنه ها دوری کرد، الله سبحانه و تعالی به او پاداش میدهد. و اگر دوچار این فتنه ها شد، وارد گناه و معصیت می شود. آنجاست که الله سبحانه و تعالی از او بازخواست می کند، زیرا فطرت سالم به ما نصیب کرده، پیامبران الهی رو فرستاده، کتاب‌های آسمانی نازل شده، بزرگان دین، علما و دعوتگران این حقایق رو برای ما بیان کردن. حجتی بر ما نیست بعد از این که بگیم والله ما نمیدانستیم، ما اطلاع نداشتیم. حتی اگر باور کنید، اگر انسان با فطرت سالم خودش بیندیشد، حتی اگر به پیامبری هم ایمان نداشته باشد، به کتابی هم ایمان نداشته باشد، اصلا برایش دعوت دین و پیامبر و کتاب آسمانی نرسیده باشد، فطرت سالمی داشته باشد، میتواند تشخیص بدهد که این عمل گناه است، این عمل زشت است، این عمل ناپسند است. چون این فطرت سالم در وجود همه بشریت الله سبحانه و تعالی نهاده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر کودکی با فطرت سالم به دنیا می آید، این پدر و مادرش هستند که او را یهودی میکنن، نصرانی میکنن، مجوسی میکنن، بت پرست میکنن، گمراه میکنن. پدر و مادر، محیط خانواده، جامعه، مدرسه، دانشگاه، اینها هستند که انسانها رو توسط این فتنه هایی که وجود دارد در جامعه به طرف کفر و شرک و بدبختی و گمراهی میکشانند، در حالی که الله سبحانه و تعالی در وجود ما فطرت سالم قرار داده است. شما تصور بکنید هیچ دزدی در دنیا نیست، هیچ زناکاری، هیچ ظالمی، هیچ ستمگری، هیچ فرعونی نیست که بعد از گناه، بعد از ظلم، بعد از تجاوز، بعد از اذیت و آزار انسانها احساس لذت بکند. شاید تظاهر بکند به لذت، شاید برای لحظات اندکی در اون اوج اون هوا و هوس و شهوت قدرت و مال و غیره احساس خوشحالی بکند، اما همین که به خود بیاید در درون خودش را ملامت می کند. آنچه که در درون انسانها را ملامت می کند این فطرت است. این فطرت سالمی است که همه بشر را الله سبحانه و تعالی با فطرت سالم آفریده است. گمان نکنید که الله سبحانه و تعالی یک جنایتکار، یک زناکار، یک ظالم، یک طاغوتی را از مادر طاغوت به دنیا آورده است، از مادر جنایتکار، یا اصلا در خون اینایی که میگن که در خون فلانی است که فلانی ظالم باشد و ستمگر باشد و گناهکار باشد، این اشتباه است. الله سبحانه و تعالی فطرت سالمی در وجود همه بشریت در روز ازل قرار داده است. یک انسانی در سن 12 13 15 20 30 40 این فطرت سالمش بیدار می شود. می بینیم روزانه شاید 10 نفر مسلمان شوند در کشورهای مختلف. یکی توسط یک موعظه این فطرت سالمش بیدار می شود، یکی توسط کتابی، یکی توسط مقاله، یکی توسط برنامه دینی، یکی توسط حادثه‌ای که برای او پیش می آید. بعضی از انسان‌ها، یعنی در طول مسیر دعوت، من اشخاصی را دیدم که در سن 80 سالگی، 75 سالگی، 60 سالگی این فطرت سالم اینها بیدار شده است. این فطرت
الهی که در وجود اینها قرار داده شده بود بیدار شده است و اینها را به سوی حق و حقیقت راهنمون شده است. به طبیعت حال دعوت و نصیحت و اینکه انسان در درون خودش تغییری بیاورد و اینکه انسان به طرف حق و حقیقت برود، اینکه انسان حرکت بکند تا الله سبحانه و تعالی در هدایت او در زندگی او برکت بدهد، اینا همه شرط است. اما آن حقیقتی که در درون انسان وجود دارد، آن فطرت سالمی که در درون انسان وجود دارد، هرگاه که دین صحیح، هرگاه که عقیده صحیح از منابع اصلی آن، از منابع اصیل آن، از قرآن و سنت به گوش انسانها رسانده شود، بدون جنگ و دعوا و خشونت، انسانها به او لبیک میگویند. چون همخوانی وجود دارد با فطرت سالم انسان. فطرت سالم همه انسانها موحد است، یکتاپرست است. همانطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند این پدر و مادر هستند، محیط است که اینا رو گمراه کرده است، اینها رو به راه بد برده است. شما کودک یک نصرانی رو بگیرید و در یک مدرسه دینی اسلامی بزرگش کنید، او چون این دین و این یکتاپرستی با فطرت صحیح و سالم او همخوانی دارد، قبول می کند، مسلمان می شود، مؤمن می شود. و یک انسانی که در سن 60-70 سالگی دعوت توحید و یکتاپرستی به شکل صحیح به او رسانده می شود، لبیک می گوید، هدایت می شود، موحد می شود. این همون فطرت سالمی است که الله سبحانه و تعالی در وجود انسانها قرار داده است که محیط اثر میگذارد در وجود انسان. وجود شهوت، هوا و هوس در درون انسانها سبب می شود که گاهی اوقات این هوا و هوس غلبه بکند بر آن فطرت سالم و انسان به سوی گمراهی برود. الله سبحانه و تعالی در بین قوم صالح علیه السلام، قوم ثمود هم این شتر رو فتنه قرار داده بود. الله سبحانه و تعالی، ببینید ما به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک انسان مسلمان باید به این عقیده داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی به ما گفته که این کار رو نکن. ما دیگه حق نداریم بحث بکنیم، جدل بکنیم که چرا نکنیم. به طور مثال تا همین 100 سال قبل ملحدین جدل میکردن با مسلمان ها، چرا شما گوشت خوک نمیخورید؟ این همه خوک در دنیا هست، گوسفند میخورید، گاو میخورید، گوشت خوک را نمیخورید. خب مسلمان در اون موقع چی میگفت؟ میگفت الله سبحانه و تعالی به ما در قرآن کریم گفته که گوشت خوک نجس هست، گوشت خوک حرام هست، ما نمیخوریم و سلام. بعضی از مسلمان هایی که سست عنصر بودن، خب رفتن در بلاد کفر، حتی گوشت خوک خب گفتن که حالا این دلایل علمی و منطقی که امروز اینا در اون زمان البته علمی و منطقی که اینا بیان میکنن، خب اشکالی نداره که یک انسان این عمل رو انجام بدهد. رفتن و دچار این فتنه شدن. بعد از 100 سال امروز علم ثابت کرده است که میکروب ها و کرم ها و انگل هایی در گوشت خوک وجود دارد که حتی بعد از پخته شدن هم امکان دارد که به انسان ضرر بزند. الله سبحانه و تعالی چون از این مخلوقات آگاهی داشت و از این وجود انسان و از زندگی انسان، همه چیز برای الله سبحانه و تعالی مکشوف است، از همه چیز اطلاع داشت. به ما فرمود که گوشت خوک نخورید. 1400 سال پیش صحابه گفتن آمنا سلمنا. بعد از اون انسان‌های مؤمن و متقی تا همین 100 سال پیش بدون هیچ دلیل علمی و منطقی گفتن که آمنا سلمنا، انجام دادن. امروز علم ثابت کرده است که این گوشت برای انسان ضرر دارد. این گوشت سبب بیماری‌های گوناگون در وجود انسان می شود، حتی بر روح و روان انسان هم تأثیر می‌گذارد. امروز علم ثابت کرده که انسان گوشت هر حیوانی رو زیاد استفاده بکنه، خوی و خواص اون حیوان در انسان تأثیر می‌گذارد. حتی زندگی کردن با حیوانات هم در انسان تأثیر می‌گذارد. مثلا می‌بینید که چوپان که گوسفندها رو تربیت می‌کند، آرام، نرم دل، نرم خو هست. برعکس شترچران ها که گلای شتر رو
به چرا میبرن و از آنها حفاظت میکنن انسانهای تندخو و خشن هستند. این حقیقت رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن، چون طبیعت اون حیوانی که با اون زندگی میکنن در اون انسانها اثر میگذارد. پس در زندگی ما فتنه های وجود دارد که ما باید از آن دوری بکنیم بدون چون و چرا. دلیلی وجود دارد یا ندارد، با عقل جور در میآید یا نمیآید، این دلیل علمی و منطقی هست برای ما یا نیست. چون علم ما گاهی اوقات در سطحی قرار دارد و علم الله سبحانه و تعالی بالاتر از علم ماست. الله سبحانه و تعالی با علم خودش تشخیص داده است که این عمل برای ما مضر هست. ما چون علممان در سطح پایین هست فکر میکنیم که نه، حال چه دلیل داره که من این کارو نباید انجام بدم. قوم صالح هم این کارو کردن، گفتن این شتر الله سبحانه و تعالی گفته که بیاد اینجا بچره، از آب ما بخوره، حالا داره به ما ضرر میرسانه، آب ما خشک میشه، به اصطلاح محصولات کشاورزی ما رو میخوره، بیاد این شتر رو بکشیم. در این امتحان ناکام شدن، مانند خیلی از انسان‌ها که در امتحان‌های فتنه‌های دنیا ناکام میشوند. همون بود که شتر رو کشتن، به الله کفر ورزیدن، نافرمانی پیامبر رو کردن و عذاب الله سبحانه و تعالی بر قوم صالح علیه السلام نازل شد، بر ثمود. پس دعوت همه انبیا از آدم تا خاتم این بود که از کفر و شرک دوری بکنید و الله سبحانه و تعالی را بپرستید، زیرا هدف از خلقت ما و شما و همه جنها و انسانها این است که ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. الله سبحانه و تعالی رو بپرستید، زیرا غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ معبود دیگری شایسته عبادت نیست. همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني